الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على نبي المختار وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیش از آغاز سوالها و جوابهایی که سوالها و جوابهایی که انشاءالله اینها را انتظار است، دعاگو هستم که الله مهربان دنیای ما و شما را و آخرت ما و شما را آباد گرداند. از الله بسیار مهربان دعاگو هستم که دم آخری همه ما و شما را دم راحت بگرداند و زمانی که این دنیا را ما بندگانش پدرود میگوییم، کلمه بسیار زیبا و کلمه‌ای که با زبان ما رانده می شود و ما را داخل جنت می کند، این لا اله الا الله است. الله مهربان بر زبان ما رانده بگردانیم. الله مهربان هر یک مشکلات ها و سختی هایی که بندگان تو دارم با فضل کرمت خوب و نیک بگردانی. گذشتگان من الله مهربان رحمت و مغفرت کنی و الله مهربان این ملک زیبای ما را، این دیار عزیز ما را باز هم شکوفایی و بالاترین نعمت که این آسایشتگی و امن هست، الله مهربان بر دوام نگه بداره. از الله مهربان دعاگو هستم تمام مسافرهای ما، برادرانی که امروز برای بهبود زندگی خود در هر یک گوشه و کناری که باشین، خداوند حفظتان کند و رزقهای فراوان نصیبتان گرداند. رزقهای از وجه حلال الله برای شما رساند و خداوند سلامتی و صحتیتان نگه دارد و با صحت و سلامت به خاندانتان الله مهربان شما را رساند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران خیلی گرامی، یکی از سوالهایی که امروز برای من بسیار با طریق تلفن و با طریق سوالهایی که بر من نویسانده می شود و آورده می شوند، که الحال ما در ماه رجب قرار داریم، بسیار از ما میپرسند. مادران و خواهران عزیز، بیشتر از ماه رجب زنها و خواهرها میپرسند، زیرا مردها که در مسجدها و در موعظه‌های علاهیده که در اطراف این معلومات ها پیدا میکنند، از زبان داعی ها و از زبان خطیب ها و از محفل هایی که می نشینند معلومات که دارند، پس مادرها و خواهرای ما که در این محفل ها یا در این موعظه ها که اشتراک ندارین، برای اینها معلوم گویم یا که جوابی که نشنیدن بسیار میپرسند
بله پرسیدن شما انشاءالله عین ثواب است و در ماه رجب مردم ما از بروقت از زمانی که ما خودمان یاد میتیم مردم از ماه رجب میپرسند، یعنی چند روز روزه بگیریم، چند رکعت نماز دارد. حتی در بسیاری از منطقه های این دیار ما و شما رجبی میگن. باز رجبی به معنای دسترخوان میکنن، احسان میکنن و وقتی که میپرسی این احسان خیر به خاطر چی هست میگد ما رجبی کردیم یا از ماه رجب خیر و احسان کردیم. خلاص همین گونه عقیده ها امروز در مردم هست. بعضی ها میگن اول و بعضی ها میگن بین و بعضی ها میگن آخر ماه رجب روزه بگیرین. بعضی ها مقصد از تعداد رکعت نمازش میگن و بعضی های دیگر میگن ماه رجب سیار ماهی هست که خیر و احسان زیاد کردن در کار. بعضی ها عقیده دارن در ماه رجب مقصد یگان آفت و بلا به سرت اگر بیایه تا رجب دیگر همین مبتلای بلا و آفت میشه. بعضی هاش حرکت میکنن که در ماه رجب یگان ظرف های شیشگی نشکند زیرا میگه خیر و خوبی نمیارد. بعضی ها عقیده دارن در ماه رجب باید ما و شما به سفر نبراییم. خلاص من فکر میکنم که از بس که مردم ما یگان برآمدی مفصلی را در گرد این که گوش نکردن یا گفته شده است ولی به گوش اونها نرسیده است، این گونه گویم هر گونه فکرها و هر گونه عقیده ها در مردم جای دارد. برای این من به شما تمام خواهرها و مادرایی که شما میل و محبتی به ماه رجب دارین، علال خصوص به روزه گرفتن دارین، به نماز خواندن دارین، مراجعت من بر همه شما این است که خداوند باز توفیقتان زیاد کند. من طرفدار مادر، خواهر و برادری که میلی به روزه دارد، میلی به نمازهای نافله دارد، میلی به قرآن خواندن دارد. لیکن مادرها و خواهرها یک چیز دانین که شریعت هر یک روزه و هر یک نماز معین کردگی هست. بینین اگر حاضر من در مثال برای معین بودنش شما گوش اندازین که دین ما و شما یا شریعت ما و شما در اطراف این چی میگد. مثال من برای بینین امام مسلم حدیثی میارد از نام ابو هریره رضی الله عنه. پیامبرمان گفته است افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم و افضل الصلاة بعد الفریضه صلاة اللیل. پیامبرمان میگفت که بعد ماه رمضان یعنی هیچ ماه در روزه داشتن با ماه رمضان برابر شدن نمیتواند. و حضرت گفتن بعد رمضان میدونین گفتن که بهترین روزه داشتن از ماه محرم است. از ماه محرم
ببینید چرا نگفت که ماه سفر ما 12 ماه داریم، ولی قرآن هم ببینید برادرای عزیز و گرامی، در سوره مبارکه توبه آیت 36 این عدت الشهور عند الله 12 شهرا، الله مهربان میگه من 12 ماه دارم. 12 ماه به معنای محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده و ذوالحجه. اینها ماهای هجری میگیم، ماهای قمری میگیم که این 12 ماه مادرها و خواهرای عزیز ببینید در همین 12 ماه شریعت ما و شما معین کرده است که بعد رمضان روزه بهترین از ماه محرم است. ماه محرم که با پرگی هم نه، ببینید باز روز الهیده معین میکند. گفت دهمی از ماه محرم هر کسی روزه میگیرد. ما حدیث در اینجا داریم از پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم که پیامبر نازنین گفتن مقصد دهمی از ماه محرم هر کسی که روزه میگیرد حتی کفارت 1 ساله از خطا و لغزش او به حساب می رود. ببینید ماه محرم از دهمش روزه، فقط دهمی و گفته است روزه بگیرین. همون هم به خاطر چی است؟ به خاطر که حضرت موسی علیه السلام بالای فرعون علیه لعنه وقتی پیروز شد، حضرت دید که مردم یهودی در مدینه که روزه میگیرن، گفت این چی روزه است؟ گفت پیروزی موسی به فرعون. گفت من احق‌تری از شما دیده به موسی هستم، موسی برادر من است و امر کرد امتاش که روزه گیرید. یعنی چیزی را که از الله و رسول او امر می شود ما اون زمان می تونیم که روزه بگیریم یا می تونیم نماز خوانیم. ببینین بعد محرم سفر است، از سفر چیزی نآمد. ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی، رجب، تا این یگان روزه های دیگر روز معین نشید. بعد آمد شعبان. حضرت عایشه مادرمون میگه پیامبر احیانا کل ماه را، احیانا نصف ماه را روزه میگرفت، یا اکثری روزهایی را که روزه میگرفت از ماه شعبان بود. از این خاطر در گرد شعبان هم خیلی بحث های زیاده از علمای ما و شما هست. اگر ماه شعبان ما نصف اولی او را بگیریم و برای نصف آخری او برای خودمان یک قوت و مثال توانایی و اگر ذخیره کنیم تا که روزه ماه رمضان روزه داشته توانیم، این بهتر است. لیکن به هر حال در شعبان اشاره شده است که پیامبرمون روزه میگرفتند. بعد از آن رمضان به همه ما و شما معلوم که 1 ماه روزه میگیریم. بعد از آن شوال که 6 روز از ماه شوال، پیامبرم گفت است که کسی که اگر 6 روز از ماه شوال روزه میگیرد همچنان است که سال روزه دار هست، 1 سال. ولی پیامبر اشاره کرده است که بگیرید، یعنی 6 روز پی در پی هم نگیرید. میتونین که 1 روز پس گیرید، میتونین 2 روز پس گیرید، میتونین در همین دوام 1 ماه همین 6 روز تقسیم کنید. بعد از آن ذوالقعده در چیزی نامد.
باز آمد در ذوالحجه که ماه حج ما میتونیم تا 9 ذوالحجه را روزه میگیریم. روز 10مش الکی روز عید است. روزهای عید پیغمبرمون روز عید رمضان منع کرد و روز عید قربان با 3 روز دیگر که ایام تشریق میگیم اونها را منع کرد که این روزها روزهای خوردن و نوشیدن است. پس از این حدیث ها معلوم می شود که ما همین روزهایی را که در حدیث های پیامبر آمد برای روزه داشتن همین است مقصد روزه گرفتن. یعنی ولی برای روزه داشتن دوشنبه و پنجشنبه از هر ماه، همچنان ایام بیز میگیم 13 14 15 بین هر یک ماه، ماهایی که من خواندم ماهای ینور و فروردین خطی نه، ماهای هجری را بیاوین ماهای محرم و صفر و از کلندر ها هست، از همو بیاوین 13 14 15 بین هر یک ماه را و دوشنبه و پنجشنبه هر یک ماه را شما اگر روزه گیرین ببینید اگر حساب کنین تخمین اگر در یک ماه 4 هفته باشد 2 روزی 8 روز این 3 روزی بین 11 روز، یعنی هر ماه 11 روز 11 روزش ما علاقه موافقی حدیث های پیامبرمان باید روزه دار باشیم. بغیر آنی که من از ماه محرم 10 گفتم، از ماه شوال 6 روز گفتم، از ماه ذوالحجه 10 روز گفتیم، ببینید از ماه شعبان هم همچنان و محبوب ترین روزه به سوی الله مهربان روزه حضرت داوود است. یک روز بگیر یک روز بخور. بهترین و محبوب ترین روزه به سوی الله مهربان. کسی که اگر خواهش داشته باشد میتواند انا از اینم استفاده برد. لیکن مخصوص رجب خواهرها و مادرها و برادرای عزیز نه آمده است که ما از این حتی یک روز به خاطر ماه رجب روزه بگیریم یا یک رکعت نماز به خاطر ماه رجب نماز خوانیم. هست حدیث های بسیار آمده است. همچنان در کتابه های فارسی هایی که داشتیم مثل همون یک درة الواعظین داشتیم که درباره فضیلت ماه رجب میگفت. ولی خواهرها و مادرای عزیز امروز یک دوره هست که هر یک چیز به خودش باید که حجت داشته باشد، باید سند داشته باشد. ما نمیتونیم که هر یک ورقی را که یافتیم در او یک چیز به عربی به فارسی نویسندگی باشد بگیم تمام همین شریعت است باید ما به همین عمل کنیم. نه، امروز دوری دیگر گویم هر یک حدیث باید راویش ببینیم کیها روایت کردند، آیا راوی های اینها ثقه هستند نیستند، معتمد هستند نیستند، آیا یگان تا این روایت کننده ها را مقصد در نزد محدثین در نزد متخصصا با یگان سبب های مقصد آیا اونها بدنام نشیدند؟ خلاص این علم خواهرها و مادرای عزیز خیلی علم کلان است. ولی ما را چی زور آمده است که وقتی که شما را از یک عبادت منع کنیم؟ البته این کار ما نیست. ما برعکس تمامی سعی ما، تلاش ما، کوشش ما همین است که مردم ما همیشه پایبند عبادت باشند. ولی در عبادتی که در او فرموده ها باشد. وقتی ما از پیش خود میکنیم کاری را یا وقتی که میشنویم میگیم اکد پیشتراهای ما نمیدانستند یا فلانی داملا نمیدانند، انا اینها علاقه جهل ما هست. انا این سخن ها هست که امروز همین گفته های ما جای خود چه نمی آورد. یا بعضی از برادرایی که شاید مقصد خواندن اما بعضی حدیث ها و بعضی همون فضیلت ها را، ولیکن
تحقیق نکردن، تا آخری همون نرفتن که آیا همین آن چی خواند آیا سند او را نگاه کرد. حتی من سند حدیثی را نگاه کردم که چیزی که در بسیاری از زبان مردم هست، میگد رجب ماه الله هست. گویا پیغمبر گفته است که رجب ماه الله است، شعبان گفته است ماه من است و رمضان ماه امتان من هست. ولی بین همین هم حدیث است، لیکن محدثین و متخصصا حدیث شناسا میگن این حدیث ضعیف است، میگن این حدیث حتی موضوع میگن. ببینین یعنی این یک چیزی بافته شده است، میگه این حدیث نیست. برای همین مادرها و خواهرای عزیز، هر چیزی را که برای شما ما گفته میگذاریم، ما در هر یک حرف مانم با گفتی تاجیکی عادیمون ما مردن داریم. ما برای هر یک فتوا مانو، برای این قدر کتاب و برای یک کتابخانه کلانی که ما نگاه میکنیم، برای هر یک حرف این پیش الله ما جواب میگیم. از این لحاظ با اعتقاد ماه رجب روزه نگی، با اعتقاد ماه رجب نماز نخوان، یا برای خاطر ماه رجب دسترخوان نپرتا، بلکه هر یک کاری میکنی به خاطر الله کن، ولی همون خاطر الله را هم در ماه رجب نکن. انا این است آن چیزی را که من دیدم و آن چیزی را که مثال خواندم، باز یک بار دیگر مجبور شدم که همین مراجعت به شما کنم. حالا ببینید همین سوره که سوره توبه میگیم آیت 36 الله مهربان گفت که خب منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين. لیکن الله گفت که من 12 ماه دارم، از همین 4 ماهش ماه حرام است، یعنی ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و رجب. 4 ماه ها را ماهای حرام میگن. یعنی مراد از ماه حرام چیه؟ ماهایی که در این ماها الله مهربان مقاتله را، جنگ هایی که بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها بود، الله امر کرد که قطع کنین. به خاطر چی؟ به خاطری که این ماه ذوالقعده و ذوالحجه ماهایی هست که مردم مسلمان برای سفر حج میبرایند تا یک امن و امنیت قطعی رفته حج هاشون انجام تیند. ماه محرم چی؟ ماه محرم که ماه بازگشتی با حاجی ها به سوی منزل هاشون که هستن، اون وقتای طریق سواره ها و این چیزها نبود. به این خاطر با امن و با آرامی برگشته به خانه هاشون بیاید. اما رجب که در این بین آمده است، ایرا به خاطر عمره که بسیاری از مسلمان ها سال ده مقصد برای عمره کردن، اوناش از ماهای حج فرضی بود. رجب برای خاطری که مردم عمره کنه، بازم در اینجا الله امر کرد که جنگ و جنجال ها را قطع کنین تا مردم رفته عمره کنن و باگشته به منزل هاشون روند. برای همین اینجا در مقصد یگان برتری ماه رجب از دیگر ماه ها، یا این در ماه های حرام مدرایه گفته ماه را یگان فضیلت بودیم، یگان فضیلت و یگان خصوصیتی خاص در این ماه نه آمده است. برای همین مادرها و خواهرها عزیز، انشاءالله گمان میکنم که شما سخنی من فهمیدین، زیرا که ماها در برآمدهای پیشتر مونم از کدام ماها روزه بگیرین، کدام روزها را روزه بگیرین، ولی در اطراف رجب اگر چند حدیث ها آمده است، اگر چند الله رحمت کنه در بسیاری از کتاب ها در فضیلت ماه رجب آمدن، لیکن اینها
گویم زمینه های مستحکم ندارن. یعنی اینها چیزهایی نیستن که ماها اینها را دلیل حجت بیاریم، زیرا علما این سخنها و این حدیث ها را رد کردن که اینها یگان ربط بر سخنهای پیغمبرمان ندارد. پس مادرها و خواهرها عزیز، مثل ماهای دیگر از ماه رجب شما میتونید دوشنبه و پنجشنبه یا 13 14 15 بین همین ماه رجب روزه گیرین، انشاءالله این هم میشود. قطار دیگر ماها الله مهربان حفظتان کند، خدای مهربان با توفیقاتون زیاد کند و هر چیزی را که در این باب اگر کسی کدام خواهری است، کدام اهل علمی هست، شما اگر یگان حجت و یگان دلیل قوی در همین باب حالان که ندارین، لیکن اگر داشته باشینم شما بر ما ارسال کنین. من برای شما علتهای مثال همون حدیثه، کمبودی هایی که در همون حدیث است برای شما گفته میگذاریم. الله مهربان همه شما را توفیق دهد و بازم محبت و میلهاتون به دین خدا زیاد کند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.